قرآن شرمنده و روسیه میشه مرحمت. این هم میدان از دلیل. وقتی خدا میترسیدن آخر وقتی آیات قرآن در بین اومد گفت و ما هم ابن عباس ای فرزند عباس چه آیت ها است که من باید از اونا بترسم مقصد مادام که موافق با اونا نباشم امری به معروف نکنم. حضرت گفت قوله تعالی فی کتابه الکریم اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. حضرت بیو شما حضرت کدومی بوده اشاره مرگ بگردان خداوند شفایی که براش داده سلامتش موزب استحقاق بخشه. پروردگار فرزنداش هم مثل خودش محیب عالم و قاری و خادم بکنه. گفت و ما هون ابن عباس ای فرزند عباس همون سه آیت کدوم آیت ها هم که من از اونا باید پرهیز داشته باشم. گفت قوله تعالی فی کتابه الکریم سخن پروردگاری بزرگ در قرآن عظیم الشان اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. شما مردم با کار خیر دعوت میکنه در صورتی که نفس خودتون فراموش میکنه. آخه کتاب میخونه میدونه که هر یک سخن جواب داره. برای هر یک کار فردا روز قیامت خدای تعالی میپرسد لا تسألون عن النعیم. همه علم یک نعمت پروردگاره ای همین هم پرسیده میشه. عقل فراست داره شما اندیشه نمیکنه که فقط در پیش پروردگار چی میگفته باشه وقتی به گفته خود عمل نکرده. احکمت هذه همه رگو در خودت استحکام بخشیده ای اودش میبرای. اون مردمی پیش دروغو نبودن. اون مردم نبود که زنگش بزنه که مردک در جای بگه در قرغن رو تبت کنم پیش پیش برفتستی کو ای خدا نمیترسی تو دروغ گناه کبیره خیلی مردم نبودن. امروز اگر بگه 100% بگم برو با یهودش. گفت لا عاجزم گفت زور نمیرسه به این. فالحرف الثانی حرف دیگه‌مش چیه؟ شاید آیت دیگه شه یهودش ببرم. گفت قوله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. کلام پروردگار بزرگ در سوره صف که خدای تعالی تنبیه میده ای کسایی که ایمان به خدا و روز قیامت داره چرا گپ میگه که امر خودتو نمیکنه با گفته خودتو عمل نمیکنه. نزد پروردگار بسیار گناهی عظیم است همه که یک گپ بگوی خودت نکنی. از من بگوی عالم تفسیر گوی را گر در عمل نکوشی نادان مفسری. باغی درخت علم ندانم بجز عمل با علم اگر عمل نکنی شاخ بیبری. باغی درخت علم عمل ای همه علم با او خاطر تعلیم میتن که مردم عمل کردن. امروز غره‌ای به فصاحت که در حدیث هر نکته رو 1000 دلایل بیاوری فردا فضیح باشی در موقع حساب گر حیله بیاری و عذر بیگستری گر 100,000 عذر بیاری گناه رو مرشوی کرده رو نبود زیبی دختری. اگه سرت در سنگ بزن پروردگاری بزرگ دیده استت کو اون شرم که دیده از چی کردم چی کنم هیچ وقت بیوه سیکه دختری با کیره را ندارم. اگر سرت در سنگارم که بزن احکمت هادهی ای اهده همی میبروی. گفت نه. سیمش چیه؟ گفت یا ابن عباس. حضرت گفت قول شعیب علیه السلام
قول الله تعالی اخبارا عن شعیب علیه السلام، قول پروردگار که اخبارا از زبان حضرت شعیب در قرآن آورده است: و ما امرت ان اخالفکم الی ما انهاکم عنه این اريد الا الاصلاح. هرگز گفت من شما را به چیزی دعوت نمیکنم که من خودم خلاف همون میکرده باشم. قصدنیت من فقط اصلاح شما است. هر چیزی را که میگم برای اصلاح شما میگم، برای دنیا نمیگم. احکمت هذه ای اوداش میبروی. گفت لا. حضرت عبدالله ابن عباس گفت فابدأ بنفسک. در اون صورت اول خطا نصیحت کرد، خطا اصلاح کرد. و غیر تقین یأمر الناس بالتقی طبیب یداوی و طبیب مریض. او آدمی که تقوا نداره و مردم به تقوا دعوت میکنه، مسئله کلی را میمونه که سری کلی خچه تبابت کرده نمیتونه و دعوای تبابت مردم میکنه. برای علم بسیار چیزی بزرگه، احترامش به نهایت بزرگه، اما قدر قیمت علم و صاحبش وقتی عملی میشود که او عمل داشته باشه، به علمش عمل کنه، در علم خودش یقین داشته باشه، موافق همون کار و رفتار کنه. کار به درجه اومده است که بعضی جاهلی ابلهش میگه که ملا را به گفتش بکو و به کردش نی. برای ما را یک شرم است با خدا قسم. نخوانده معنی تحقیق از صحیفه دل به گفتگوی کسان خیش را مدون ملا. عالم کی را میگن؟ عالم کسی را میگن ای هم از زیادتر ای خدا میترسه. انما یخشى الله من عباده العلماء. جای شک نداره. این است جز این است که از الله از همه بیشتر عالما میترسن، برای میدونن که روز حساب بیاید. از آن روزی که صدق صادقان باز جوید دست سنگ امتحان. پروردگاری بزرگ خورد ارشاد ما را از جمیع بلا گزند و حفظ کند. خداوند در این منزل همیشه صدای تلاوت قرآن تنین انداز بگرداند. پروردگار برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند از جمیع بلا و آفت و حفظ کند. خداوند غیرت من بده که در طلب علم نافع باشیم و خداوند هدایت بکنه و شرف من بده که به همه علم نافع خود ما عمل کنیم. پروردگار عاقبت عمرمون به خیر انجام ده. خداوند مسلمان کشتن و مسلمان مردن فرد و روز قیامت در حلقه محبان محمد صلی الله علیه و سلم محشور گشتن برامون نصیب و روزی گردان برحمتک.